این داستان واقعی باب اسفنجیه. اون توی یه آناناس زیر دریا زندگی نمی‌کرد. سال 1987 نزدیک جزیره مرجانی بیکینی آتول توی اقیانوس آرام، غواص‌ها موقع کاوش توی عمق 100 متری آب اسکلت یه بچه رو پیدا کردن که یه اسفنج دریایی تماماً اونو احاطه کرده بود، طوری که استخوان‌ها و بافت اسفنج یه جورایی با هم یکی شده بودن. بعدها مشخص شد اون یه بچه 9 ساله به اسم رابرت شوام بوده که سال 1962 زمانی که توی اون منطقه آزمایش‌های اتمی انجام می‌شده از یک کشتی به داخل دریا سقوط کرده و جسدش هیچ وقت پیدا نشده. قسمتی از تارهای صوتی رابرت به طرز عجیبی داخل حفره اسفنجی سالم مونده بودن و با جریان آب می‌لرزیدن. وقتی زیستشناس‌های دریایی به اون ارتعاش میدادن، چیزی شبیه صدای یه خنده ازش به گوش میرسید. یه خنده زیر، عجیب و بیپایان. تیم تحقیقاتی موفق شد 17 دقیقه از اون صدا رو ضبط کنه و یکی از غواص‌ها به اسم توماس کنی اون صدای ضبط شده رو توی آرشیو خودش نگه داشت. سال 1998 شبکه تلویزیونی نیکلودئون از توماس کنی برای صداگذاری یک کارتون جدید با محوریت موجودات دریایی دعوت به همکاری کرد. توماس اون صدای ضبط شده رو با کمی تغییرات براشون ارسال کرد. مدیرهای شبکه عاشقش شدن و گفتن این دقیقاً همون چیزیه که دنبالش بودن و اول می سال 1999 اون کارتون پخش شد. بچه‌ها در سرتاسر دنیا اون صدای خنده رو با همون ریتم عجیب تقلید می‌کردن، اما صدای خنده‌ای که هنوزم بعد از 60 سال شنیده میشه در واقع صدای کارتونی نیست. اون پژواک صدای رابرت شوام 9 ساله است که هیچ وقت نتونست از زیر آب‌های آلوده رادیواکتیو به سطح آب برگرده و نجات پیدا کنه. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف می‌کنم.